یکی از کسایی که شبیه خاوریه همین کاوه‌پوست شهردار جهادی آبادانه. یعنی لامصب سر و تهشو که میزدی یا تو شلمچه بود یا گلزار شهدا یا تو راهپیمایی ها. پیجش هم پر عکس شهدا. تو دفتر کارش هم 2 چفیه بود، یکی رو صندلی یکی چسبونده بود رو دیوار. الان به جرم دزدی گرفتنش و خیلی هم مسئولین شهر هم ازش حمایت میکرد. هی میگفتن شهردار جهادی، مؤمن، متدین. دیدی مؤمن جهادی دون دزد بود عوضی. یکی از دلایل وضعیت فعلی کشورمون همینه، یعنی واسه انتصابا نه تخصص مهمه نه چیزی. یکی هم ریاکاری، یه چفیه، 2 شهدا بگو بهت یه پست میدن، بعد میای یه شهر مظلوم میچاپی. یعنی با یه چفیه و 2 شهدا گفتن اومد آبادانو چاپیده. لعنت به خودت و اونایی که اووردنت بی شرف.